اینا همه هدفمند هست، با هدف، با فکر، با همون در واقع تغییر بافت جمعیتی در رخ میده. این چیز ساده ای نیست که مردم از این بگذرن. یک روزی همون مثال حکایت امروز فلسطینیا و که بالاخره اونجا باش گرفتار هستن، آینده مردم ما تقریبا به همون سمت و سو داره میره با این سیاستی که حکومت داره پیش گرفته. ببینید الان مثلا ما در دهه فجر هم قرار داریم. ببینید اینا همه این شعارهایی که دارن میدن از وفاق ملی و غیره و غیره، این در تعارض هست این کارهاشون. تو روز روشن این همه میان خونه مردم با بلدوزر خراب میکنن، اونجا زن هست، کودک هست، چند نفر رو بازداشت کردن، چند نفر رو با باتون زدن. خب اینا انسان هستن، اینا مال همین سرزمین هستن. مردم در سرزمین خودشون اینطوری ذلیل و حقیر بشن اصلا قابل فهم نیست، قابل درک نیست. بایستی زودتر مردم خودشون فکر بکنن. بسیار عالی. جناب شیرانی، ببین در راستای فرمایشات شما چند تا نکته به ذهنم رسید که اینجا لازم است که عنوان بشه. بینندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران و بلوچستان، گوش کنید ببینید. یک نکته است که واقعا عین واقعیته. اون چیزی که آقای شیرانی بهش اشاره کرد، امروز حال و روز مردم بلوچستان، حال و روز مناطقی است که خانه‌هاشون به ایران شده. ادارات و ارگان‌های مختلف میان تحت عنوان تعاونیه‌های مختلف همین زمین‌های مردم بلوچ رو اینگونه میان میگیرن، تصرف میکنن و واگذارشون میکنن به کارکنان غیر بومی خودشون. یعنی الان در منطقه سیادک زمین‌های بزرگی رو از اون منطقه گرفتن، واگذارشون کردن به فلان ارگان و فلان ارگان و سازمان فلان و سازمان زندان‌ها و سازمان فلان. اینا رو واگذار کردن، یعنی قطعه بندی کردن به هر کدوم و دارن به یکی از این سازمان ها میدن. در همین منزلاب این کار رو دارن انجام میدن. و از همه مهمتر این نکته دردناکه که اون کارمند غیر بومی که میاد این زمین ها رو با حکم قهریه و حکم زور و حکم ظلم و فشاری که این زمین ها رو تصاحب میکنن، میان مجددا این زمین رو به برخی از افراد همین بلوچ میفروشن. یعنی زمین بلوچ رو ازش میگیرن، مجددا بهش میفروشنش، مجددا میان تخریبش میکنن. این از همه ظلم بزرگتری است که امروز در بلوچستان اتفاق افتاده. در همین مناطقی که امروز میبینیم این یکی دوتا نیست. حالا ببینید در حاشیه جامعه شیرانی به درستی اشاره کرد، در کمربندی شهرزادان دارن تماما این کار رو میکنن، زمین ها رو واگذار میکنن به ارگان های مختلف، قطعه بندی میکنن. اونها هم بر اساس اون سود و منافع خودشون یا میسازن یا میفروشنش. و به هر حال اون که بی نصیب میشه، اونی که بی بهره میشه، همون ساکن اصلی اون منطقه است، صاحب اصلی اون سرزمین، اون زمینه که بی بهرهش کردن. یکی دو تا پیام میخونیم از اتاق فرمان. خواهش میکنم در حین خوندن پیام صحنه ها رو شما بذارید، صحنه های به حساب تخریب این منازل رو. دوستی پیام داده: سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان برنامه. تخریب خانه های مردم بلوچستان چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست. این سیاست ها نه تنها مردم را از حق بدهی سرپناه محروم می کند، بلکه هویت و کرامت آنها را لگدمال می کند. سازمان های بین المللی باید به این مسئله ورود پیدا کنند و نگذارند مردم یک سرزمین این چنین بی صدا قربانی شوند. جدای از این، خود بزرگان و معتمدین بلوچستان می بایستی فریاد خودشان را نسبت به این ظلم بزرگ بلند کنند. دیگر دوستی باز پیام داده: وقتی خانه یک بلوچ را تخریب می کنند، در واقع سقف امنیت و آرامش یک ملت را فرو می ریزند. این تخریب ها امتداد همان سیاست های تبعیض‌آمیزی است که سالها مردم بلوچستان را به فقر و حاشیه‌نشینی و مهاجرت اجباری کشانده است. اما تاریخ ثابت کرده است که هیچ کس تا ابد سرکوب شده باقی نخواهد موند. این یک به هر حال دوست دیگری باز پیام داده: بلوچستان یکی از کهن‌ترین مناطق ایران است، اما صاحبان اصلی این خاک امروز بیگانه شمرده می‌شوند. خانه‌هایشان را به ایران می‌کنند تا آنها را به حاشیه ببرند و زمین‌هایشان را مصادره می‌کنند. تاریخ نشان داده است که ظلم پایدار نمی‌ماند، اما این زخم‌های تاریخی را چگونه می‌توان التیام بخشید؟
باز سعی میکنیم باز به پیام های دیگر هم یه نگاهی بیندازیم. دوستی پیام داده: سلام و عرض ادب، من خودم بلوچم، خانه عمویم را در همین چند هفته پیش تخریب کردن، هیچ توضیحی ندادن، فقط آمدن زدن بردند و ویران کردن. ما باید تا کی شاهد این ظلم باشیم؟ اگر بلوچ در بلوچستان حقی ندارد، پس کجا این حق برای او وجود دارد؟ چطور کسی از تهران یا اصفهان میتواند برای سرنوشت ما تصمیم بگیرد؟